لذا در مناظره امروز من حتی یک مدرک هم از کتاب‌های مقدس دینی ارائه نخواهم کرد تا برای جاوید اختر غیر قابل قبول نباشد. معیار سوم میتواند مشاهده باشد، مثل این که کسی بگوید خدا را به من نشان بده، اگر موجود است نشان بده، یا اینکه بر وجود خدا شواهد تجربی پیش کن. در واقع این استفاده از ابزار اشتباه است. این مانند این است که جناب جاوید از من بخواهد که جناب مفتی شما به ذریعه دستگاه فلزیاب پلاستیک کشف کنید. حالا چون که پلاستیک پیدا نمی شود لذا پلاستیک وجود ندارد. نخیر، شما از ابزار غلط استفاده میکنید. با این ابزار پلاستیک پیدا نمی شود. لذا من به این عقیده‌ام که برای اثبات وجود خدا مطالبه شواهد تجربی یک مطالبه طفلانه است و آقای محترم ما جناب جاوید اختر از این مقام بسیار پیشتر رفته است. حالا فقط یک معیار باقی مانده است و آن معیار عقل، منطق و استدلال است. این همان معیار است که به ذریعه آن وجود خدا را ثابت یا رد کرده می شود. اما از آنجایی که این موضوع بسیار مهم و حساس است، بنابراین استدلال منطقی باید قطعی باشد، غیر منطقی نباشد. مانند این که 2 جمع 2 مساوی 4 است. واضح است که رد کردن آن غیر ممکن است. به طور مثال ما میگوییم آقای سهراب دویدی یک انسان است و تمام انسان ها ناطقند. لذا نتیجه چه برآمد؟ این که جناب سهراب دویدی هم ناطق است. آیا این استدلال واضح است یا غیر واضح؟ استدلال واضح است. مانند 2 جمع 2 مساوی 4 واضح است و منطقاً نمیتوان آن را رد کرد. پس اگر امروز جاوید اختر چنان استدلال عقلانی و شواهد منطقی بر عدم موجودیت خدا ارائه کند که واضح و قطعی باشد، من اعلان میکنم که قطعا آن شواهد را میپذیرم و درباره آنان فکر خواهم کرد. اما به همراه آن به طور پیشبینی این را نیز اعلان میکنم که چنین دلیل قطعی را هیچ کس پیش کردن نمیتواند. من دلیل میدهم و دلیل قطعی و منطقی پیش میکنم. چنان دلیل قطعی پیش میکنم که تمام دنیای الحاد آن را رد کردن نتواند. بیایید یک مثال فرض کنیم، یک مثال ساده. تمام شنوندگان فرض کنید که من و شما در یک جزیره دور افتاده، جزیره‌ای که قبل از من و شما هیچ کس در آن نرفته. رفته یک توپ خاکستری رنگ می‌بینید که جلوی شما قرار دارد. اولین سوالی که در ذهنتان میرسد چیست؟ که این توپ اینجا چرا آمده است؟ چطور آمده است؟ چرا به رنگ خاکستری است؟ کدام رنگ دیگر هم میتوانست باشد؟ چرا به این شکل است؟ کدام شکل دیگر هم میتوانست باشد؟ طبیعتاً فرض خواهید کرد که کسی هست که این توپ را با این ویژگی های خاص ساخته و در اینجا گذاشته است. چون که شما میدانید که وجود این توپ در اینجا ضروری نیست، میتوانست موجود باشد و میتوانست نباشد. اگر قرار بود وجود داشته باشد به شکل دیگری موجود میشد، به رنگ دیگری موجود میشد. حالا شما این توپ را بزرگ کنید تا آنکه این توپ به اندازه جهان شود. بگویید آیا با افزایش اندازه سوال بدل می شود؟ مطمئناً اینطور نخواهد شد. این سوال همچنان باقی خواهد ماند. این جهان از کجا آمده است؟ با این ویژگی های خاصش از کجا آمده است؟ چرا آمده است؟ چه کسی آن را خلق کرده است؟ این سوالات همچنان در آن زمان معتبر باقی میماند. اما اگر این سوال را ما از جناب جاوید اختر بپرسیم، چون که جهان بینی او الهادی است و منظورم تنها ایشان نیستند، بلکه تمام کسانی که ملحدند و جهان بینی الهادی دارند، اگر این سوال را کنید که این جهان از کجا آمده است، پس پاسخ آنها یا از روی جهل می باشد یا از روی تعصب. یا میگویند که من نمیدانم این از کجا آمده است، پس خدا وجود ندارد و این پاسخ از روی جهل است. یا میگوید که این جهان خود به خود به وجود آمده است. این یعنی که آن توپ هم باید خود به خود به وجود آمده باشد. درباره توپ این توضیح را قبول نمی کند. نمیپذیرد که این توپ خود به خود به وجود آمده است، لیکن در رابطه با جهان میپذیرد و این را به عبارت دیگر داگما نیز گفته میتوانیم. نکته دوم این که جناب جاوید اختر مطمئناً خدا در خلاها را مثال میزند و مثال میزند که در زمانهای گذشته وقت رعد و برق اتفاق میافتاد به طرف خدای و هنگامی که باران میشد آن را به خدای دیگر نسبت میدادند و آنان دلیل نداشتند. این جهان بینی ما نیست، چون از دانستن فرایند پدیده های طبیعی عدم وجود خدا ثابت نمی شود. من ان شاء الله بعداً درباره این سخن خواهم زد.
شما این را خواهید دید و من نیز انتظارش را دارم که جناب جاوید اختر مطمئناً استدلال احساسی می نمایند که مغالطه منطقی محسوب می شود برای تصمیم گیری درباره حقیقت چرا. به طور مثال او میگوید اگر خدا است پس شر چرا وجود دارد، حالان که من میگویم که وجود شر دلیل وجود خداست، نه برخلاف آن. چون که اگر خدا وجود دارد ما همه در برابر او پاسخگو هستیم و اگر ما پاسخگو هستیم برای آن موجودیت شر ضروری است و بدون آن ما پاسخگو نمیتوانیم باشیم و اگر ما پاسخگو نیستیم پس من از جناب جاوید اختر میپرسم شما بگویید که در این دنیا چرا رنج وجود دارد؟ اگر خدا نیست پس چرا رنج وجود دارد؟ و حال آن کسانی که بعد از رنج حس انتقام در وجود آنها پیدا می شود و بدون انتقام گرفتن از دنیا رفتند، آیا تمام رنج های آنان بیهوده می رود؟ برگردیم به مثال توپ. اگر کسی از من بپرسد که این توپ را چه کسی ساخته است یا این توپ گسترش یافته را چه کسی ساخته است، من میگویم که چون این عالم و تمام موجودات این عالم محتاج ممکن الوجودند، یعنی در وجود به چیز دیگر محتاجند، پس آشکار است که این عالم ممکن الوجود است و اگر چیزی ممکن الوجود نیست من درخواست میکنم به من نشان دهید که چه چیزی در دنیا ممکن الوجود نیست تا ما هم درباره اش فکر کنیم و بررسی نماییم. زمانی که اشیای ممکن الوجود موجود است پس مطابق به اصطلاح فلاسفه ما به آن هستی پی میبریم و آن را واجب الوجود مینامند. این آن واجب الوجود است که موجود نبودن او ناممکن است، چون که اگر او موجود نباشد تمام این چیزها به وجود نمی آید و تمام چیزهای مادی به او وابسته است. حالا اگر شما سوال کنید که آن هستی را چه کسی خلق کرده است و علت آن چیست و سپس علت آن چیست و سپس علت آن چیست و الی ما لا نهایه پیش بروید، این را ما تسلسل الی ما لا نهایه می نامیم که یک مغالطه منطقی است و از نظر مفهومی به نهایت امکان پذیر است. برای مثال 1 2 3 شمرده بروید، به شمار اعداد است. من از لحاظ مفهومی صحبت نمی کنم، از لحاظ عملی و واقعی ثابت کرده نشان دهد که تسلسل الی ما لا نهایه ممکن است یا خیر. اگر ممکن است ما قبول میکنیم مثال پیش کند و اگر ممکن نیست پس یک گزینه باقی میماند، آن که ما او را واجب الوجود مینامیم. آن واجب الوجود یک مستقل است، چون که اگر محتاج باشد پس واجب الوجود باقی نماند. آن واجب الوجود که ابدی است، اگر او ابدی نباشد و او را آغاز باشد پس او خود محتاج است. آن واجب الوجود که قادر است، چون ممکن الوجود را خلق کردن نیاز به قدرت دارد. آن واجب الوجود که علیم و خبیر باشد، چون که این عالم با یک شکل خاص تحت قوانین طبیعت به طور آزادانه در حرکت است. تشکر مفتی صاحب.